پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان میگوید تاجران قرغیز از امتیازهای اتحاد گمرکی سوء استفاده میکنند. محصولات ارزان را از تاجیکستان خریده همچون محصولات قرغیزستان حجت گذاری نموده به کشورهای اعضای اتحاد گمرکی وارد میکنند. برای حجت‌های قلبکی و محکم کنند تاجر ما چی؟ تاجر ما با ضرر بینند. از همین خاطر ما برای معین کردن ما داریم سرتیفیکات تولید مال قریب در 200 دولت دنیا قبول شدگی. در همین حال پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان به خاطر آسان کردن کار تاجران تاجیک و پیدا کردن بازارهای نو بخش ویژه‌ای را تأسیس داده است که سرتیفیکات تولید مال را می‌دهد. در صورت دسترس کردن این حجت صاحبکاران تاجیک در عبور مرزها و گمرک به مشکل دچار نخواهند شد. پیشنهاد نامزدی سرتیفیکات تولید مال حتمی نمیباشد، اختیاری میباشد. این اگر صاحبکاری ما یا اشتراکچیان فعالیت اقتصادی خارجی میخواهد که در دولت‌های EDM اتحاد دولت‌های مستقل امتیازهای تعرفی را به خودش وای کند و میتواند اومده از ما سرتیفیکات تولید مال شکل ST1 رو بگیرد و هنگام وارد نمودن این مال‌هایی که از تاجیکستان صادر میشود به دولت EDM و پیشنهاد کرده از بوج‌های گمرکی آزاد کرده میشود. تاجیکستان به کشورهای خارج از جمله روسیه و قزاقستان بیشتر میوه، خشک میوه و سبزیجات بروقتی و مثل پیاز صادر میکند. کشور تنها در نیم ساله گذشته بیش از 90,000 سبزیجات از جمله پیاز به خارج صادر کرده است. صادرات میوه خشک در این دوره 37,247 تن را تشکیل داده است. در همین حال گردش مال با قرغیزستان هم پس از وارد شدن این کشور به اتحادیه گمرکی با تاجیکستان زیاد شده است. تنها در نیم سال اول سال گذشته دو کشور به بیش از 149 میلیون دلار داد و گرفت انجام دادند که در قیاس به همین دوره سال قبلی 25% بیشتر بوده است.